میگوید که از دین اسلام خبر دارد، یعنی قرآن را خوانده است، میداند و مسلمان ها را فناتیک هم گفتگی است. هشدار، خواهشمندم به توهین و تحقیر و با دلیل نویسید و متعصبان و جاهلان جواب نمی وای کسی نباشد، وای کافر است برادر عزیز، وای ایمان ندارد، وای مسلمان نیست. سلام علیکم دوستان عزیز. یک کل آرزوی مشهور شدن را داشته است. بسیار میخواسته است که در بین مردم شهرت پیدا کند و به همین خاطر رفته در خزینه دولتی قضای حاجت کرده است. بعد از این نامش شده است کلی خزینرین، مشهور شده است. وقتی که صحیفه فیسبوکی جناب عبدالقادر عبدالقهار را خواندم، همین قصه عجایب به یادم آمد. عبدالقادر عبدالقهار در صحیفه فیسبوکیش نوشتگی است که دین‌های یکتاپرستی، یعنی دین زردشتی، دین یهودی، دین مسیحی و دین اسلام رسالت خود را تمام کردند و باید از این دین‌ها یک دین نو سازیم با نام پروردگار یکتا. و عجایبش در این است که در دیگر نوشته های پیشترش میگوید که از دین اسلام خبر دارد، یعنی قرآن را خوانده است، میداند و مسلمان ها را فناتیک هم گفتگی است. اما وقتی که اگر قرآن را خوانده باشی جناب عبدالقادر، باید میدانستی که خداوند گفتگی است که من دین شما را کامل کردم و دین اسلام آخرین دین است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر است، خاتم الانبیا است و بعد از این دیگر دین پیدا نمی شود و پیغمبر هم نمی آید. اما شما چی خوانده اید؟ از چی خبر دارید؟ مقصد شهرت پیدا کردن است، نام پیدا کردن است. مردم همه میدانند که دین‌هایی که تا اسلام بودند منسوخ شدگی هستند و دین اسلام این آخرین دین است. حضرت بیدل می‌فرماید که بس که بیدل بر طبایع حرص شهرت غالب است، جانکنی ها سنگ هم در آرزوی نام داشت. دوستان عزیز، به شبکه ما آبونه شدن را فراموش نکنید. خدا یار و مددگارتان باشد. سلام دوستان عزیز. یکی از چهره‌های شناخته تاجیکستان، عبدالقادر طلبکوف، روز 10 اکتبر در صحیفه فیسبوکی خود چنین نوشته است: آیا میدانید که به معراج رفتن رسول اکرم پیامبر معظم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ظهورات اولین و یگانه نبوده، 100 سالها بیشتر و پیشتر از این معجزه و یا عنایت خداوند نصیب پیامبر راستین آریایی ها زردشتی سپیتمان نیز شده است. دلیل: دبستان مذاهب هم در این روز بهمن که بزرگترین ملائکه است و اهل اسلام او را جبرائیل نامند، بیامد با جامه های نورانی. از زردشت نام پرسیده گفت: از دنیا چی کام جویی؟ زردشت پاسخ داد که ما را جز رضای یزدان آرزوی نیست. پس بهمن گفت: برخیز تا نزد یزدان شوی و آنچه خواهی از حضرت او سوال کنی که از کرم تو را پاسخ سودمند دهد. پس زردشت برخاست. به فرمان بهمن یک لحظه چشم فرو بست. چون چشم بگشاد خود را در روشنی مینویی یافت. خلاصه زردشت به عالم لاهوت رسیده از الهی خواهش میکند که از بدی و نیکی اول و آخری چرخ گردنده و عاقبت آن او را واقف گرداند و آنچه در دل داشت به یزدان گفت. پس یزدان پاک زردشت را به گردش افلاک و حرکت کواکب و سعد و نحس آن دانا گردانید و بهشت پرنور و حور بدو نمود و عارف کل اسرار و واقف جامع علوم گردانید، چنانچه از آغاز هستی تا انجام راز همه را دانست. هشدار، خواهشمندم به توهین و تحقیر و با دلیل نویسید
به متعصبان و جاهلان جواب نمی نویسم. عبدالقادر عبدالقهار. سلام حاجی برادر، خداوند پدر و مادر شما را و خود شما را با نظر رحمتش بینگرد. در تلویزیون تماشا کردیم برنامه پیوند را و در آنجا یک شخص درباره زردشت صحبت میکرد و در سخنهایش میگفت که زردشت پیامبر است و پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم خود با پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم افتخار میکرد که در دوره انوشیروان تولد شده است. و باز این مرد در سخنرانیش میگفت که زردشت گفته است که دوزخ وجود ندارد. حتی در این برنامه برادری که برندگی میکرد در اول سخنرانیش خب میگوید که ما مسلمانیم. وقتی که این شخص درباره زردشت سخن میکرد و این برنده در آخر برنامه میگفت که کسی که به زردشت سنگ بزند و کار کفر کرده است. داملای عزیز، به خدا سوگند که من این مکتوب را با یگان فکری غرض ننوشتم، بلکه برای فهمیدن خودم آیا سخنهای اینها حقیقت دارد یا نه. التماس فهمانید یک گروه مخلصان شما. این خیلی است که دادر عزیز نابسته وی زردشت است، نابسته وی از این ملت ما هست. وقتی که وی گوید دوزخ وجود ندارد، او کافر است، او مسلمان نیست. آخر این ایمان آوردن به جنت و به دوزخ، اینا در گردن هر کدام ما و شما شرط و ضرور است که ما ایمان به وجود جنت و دوزخ داشته باشیم. اگر یکی از اینها را کسی انکار کند که وجود ندارد، نابسته وی کسی نباشد، وی کافر است برادر عزیز، وی ایمان ندارد، وی مسلمان نیست. برامین هر چیزی که برآمده که چی در تلویزیون می شود چی در غیر تلویزیون می شود، ما این قدر برای شما برادر عزیز گوشزد میکنیم که اکنون خواهی نخواهی تهاجم هر رویه و هر گروه ها روز به روز بیشتر می شود. برای همین ما چیزی را که می دانیم و چیزی را که می شناسیم و خدای ما که با اون ما را دلالت کرده است، این الدین عند الله الاسلام است. خدا می گوید دینی که در نزد من او دین است و پیروای او در نزد من احترام دارند، این دین اسلام است. برای همین یگانه ما باید که پیرو به دین اسلام هم باشیم و یگانه محبتی که ما و شما داریم به همه پیامبرهای پیشین ما محبت داریم و همه پیامبرهای پیشین را ما همچون پیامبر اعتراف داریم. ولی عقیده ما همین است که پیامبر آخر الزمان این محمد صلی الله علیه و سلم است و امروز هر کسی که اگر حتی اطاعت از خدا کند و اطاعت از رسول نکند، وی هم کافر است، وی هم دین ندارد. برای همین یگانه ما گویم دین مان دین اسلام است، پیامبر مان محمد صلی الله علیه و سلم است. همین ما و شما عقیده کنیم، همین ما برای خودمان در حیاتمان دستک سازیم. خدا خواهد نتیجه هم دنیا و هم آخرت ما و شما به خیر بانجام. فون میکنم از اینجا و 3 سوالی توحیدیش میکنم و وقتی که 3 سوال توحیدی را که جواب گردانید، در مشاهده شما این گلکسی S7 برون توفه کرده میشود. و همچنین برای کسایی که 50,000 در این سامانه اعضا میشوند، برای آنها نیز یک توفه بهترینه که شما در روی اکران ببینید، یعنی که نوتبوکی 1500 آیرا تقریبا ارزش دارد، با اون موحد توفه کرده می شود. که 10 سوال توحیدی را که جواب گردانید، صاحبی بهترین مکافات، یعنی که صاحبی اتومبیل آپل زفیر می گردد.